سلام و درود عرض میکنم خدمت تمام دوستان و همراهان گرامی. امروز هدفم این هستش که یه استراتژی بسیار خوبی رو آموزش بدم و همچنین علاوه بر این که روی طلا تحلیلش کنیم این استراتژی، میخوام استراتژی دیگه هم که آموزش دادم و باز مجددا روی همین نماد طلا کار کنیم. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشه. خواهشی که دارم اگر مفید بود حتما لایک کنید این ویدیو رو و اگر کانال بنده رو هم سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. خواهشی که دارم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید که همین استراتژی رو کاملا یاد بگیرید و هم به صورت عملی و روی لایو طلا این استراتژی رو پیاده میکنم کاملا براتون جا بیفته. خب نگاه کنید، حالا فرضاً ما روند صعودی طلا رو داریم. نگاه کنید کف و سقف بالاتر در تایم فریم 1 ساعته. این استراتژی هایی که من میگم توجه داشته باشید روی همه نمادها کاربرد داره و در تایم فریم 4 ساعته، 1 ساعته و 30 دقیقه. پایین تر از این حتما نگیرید چون روندتون کاملا مشخص نیست در تایم فریم پایین تر. خب فرض کنید کف و سقف بالاتر از همدیگه داریم، پس روندمون صعودی میشه. همینجوری که من آموزش داده بودم خدمتتون، من از ری استفاده میکنم برای ترسیم خط روند. فرض کنید این خط روندم از نوک شادو این ما ترسیم میکنیم تا نوک شادو لو دوم. این لو اول بکشم براتون به صورت فلش بهتون نشون بدم. این لو اول ما هست، این لو دوم و محدوده سقف هم رد شده. این هم محدوده سقف ما. خب پس از اینکه محدوده سقف ما رد شد، ما دیگه متوجه میشیم که روند صعودی خط روندش رو ترسیم میکنیم. خب اما این استراتژی چی هستش؟ نگاه کنید، قبلا ما آموزش داده بودم که منتظر برگشت این قیمت هستیم، حالا به صورت نزولی مانند که یا به این محدوده برخورد کنه تاییدی بگیریم و پوزیشن بای بگیریم، یا به میدلاین و یا تا این محدوده این کف اینجا. خب اما امروز میخوام چی بگم. فرض کنید حالا این به محدوده سقف ما برخورد کرده و روند صعودی شده. این که قبلا ما آموزش داده بودیم، فعلا اینو نمیخوام بگم خدمتتون. روند اینجا صعودی شد. امروز میخوام اینو بگم خدمتتون. ممکن هستش که پس از اینکه قیمت رفت بالا، ببینید قیمت رفت بالا، خب کف سقف بالاتر برگرده قیمت، یعنی به صورت نزولی مانند بیاد پایین. خب من میتونم باز اینجا یک تاییدی بگیرم برای گرفتن پوزیشن بای با توجه به اینکه اینجا روندمون چی شده؟ نزولی شده. یا ممکنه که قبل از اینکه نزولی بشه اینجاها بیاد قیمت پایین، یعنی اینجاها از اینجا خودشو بکشونه تا این محدوده. حالا این محدوده کجاست؟ من میام چیکار میکنم؟ کف اول ما اینجا بود، کف دوم ما اینجا بود، نوک شادو یک محدوده من ترسیم میکنم. پس روی لو یک محدوده، لو دوم یک محدوده حمایتی ترسیم میکنم. پس محدوده حمایتی رنگش هم سبز رنگ هستش. خب وای میستم تا قیمت خودش رو بکشونه تا این محدوده حمایت، یعنی اینجا. اما چیزی که با توجه داشته باشید اینجا این هستش که روی این محدوده من اصلا نباید کلوز در تایم فریم 1 ساعته پایین تر از این ببینم. اگر دیدم این استراتژی کاربرد نداره. خب پس فرض میکنیم این قیمت خودش رو رسوند به محدوده لو دوم من اینجا. پس از که خودش رو رسوند اینجا دیگه تاییدیه میگیرم برای گرفتن پوزیشن بای و دیگه حالا تا سقف قبلی اون ما میتونیم چیکار کنیم؟ تاییدیه بگیریم و مثلا فرض کنید محدوده سقف من اینجاست، تا اینجا من تیپی رو بگیرم. یعنی تیپی 1 ما میشه اینجا، تیپی 2 سقف های قبلی ما هستش، یعنی اینجا میشه تیپی 2 ما این محدوده. خب اینم تیپی 2 که بخوام با خط رسم کنم میشه تیپی 2. پس تیپی 1 من این هستش، سقف قبلی، بعد سقف ما قبلیش میشه این تیپی 2. به راحتی ما میتونیم تا اینجا تیپی 2 رو بگیریم. خب این استراتژی پس یه بار دیگه مختصر براتون توضیح بدم. فرضاً روند ما صعودی هست، به محضی که سقف اول ما رد شد، یعنی اینجا دیگه میفهمیم روند صعودی هست. خط روند رو از محدوده لو 1 به محدوده لو 2 ترسیم میکنه، روند شد صعودی. گفتم قیمت خودشو حالا شاید بره بالاتر یا اصلا بالاتر از این نزنه، خودشو برگردونه به محدوده حمایتی، حتی خط روندمون هم بشکن.
پس از که اومد اینجا، من اینجا باید تاییدیه بگیرم در تایم فریم 1 دقیقه برای گرفتن پوزیشن بای. اگر تاییدیه دیدم خب میتونم وارد پوزیشن بای بشم. تیپی 1 سقف قبلی ما قبل خود اینجا و تیپی 2 سقف ما قبل ترش، یعنی این سقف اول هم هست، این سقف دوم، تیپی 1 تیپی 2. خب و استاپ هم که پشت محدوده هستش به این شکلی که من براتون ترسیم میکنم. ببینید من اینجا وارد پوزیشن بای میشم فرضاً. اینجا اگر شادو داشته باشم، نوک شادو پایینتر از نوک شادو و تیپی 1 میشه، اینجا حتما باید ریسک ریوارد 2 به بالا باشه و حتی میتونم تیپی 2 هم بگیرم که میبینید بالای 5. حالا اینجا مثال هستش، میریم عملی هم کار میکنم. این استراتژی بسیار جوابگو است روی هر نمادی، مخصوصا طلا، بیت کوین و حالا ارزی که من تست کردم اتریوم هم هستش. بریم عملی نگاه کنید. اینجا لایو طلا هست که هم امروز شنبه هست، بازار تعطیله. بریم ببینیم که ما کجا میتونستیم این حرکت رو داشته باشیم. خب نگاه کنید، طلا اینجا در تایم فریم 1 ساعته یه خورده بزرگتر کم ببینید، روند اینجا صعودی شده. من اینجوری ترسیم کنم براتون، ببینید کف و سقف بالاتر از هم دیگه. خب پس روند صعودی هست، گفتیم خط روندم رسم میکنیم. این خطی لو 1 به لو 2. خب برخورد 3 شکسته با اینا من کار ندارم. قرار شد محدوده سقف رو چیکار کنم؟ ترسیمش کنم از نوک شادو تا کلوز اون محدوده سقف. محدوده سقف هم قرار شد قرمز رنگ، این قرمز، و محدوده حمایتی اینجا، محدوده حمایت. خب این هم که دیگه من باش کار ندارم حذفش کنم. محدوده حمایت هم یه بار دیگه بکشم و حتی برش بدم. ببینید اینجا من فرض کنم بازار دیگه از اینجا ندارم. خب محدوده حمایتی قرار شد سبز رنگ باشه، اینم سبز. ببینید خب ببینیم آیا ما میتونیم اینجا ترید داشته باشیم با این استراتژی که گفتم. پس من منتظر میمونم که به این محدوده حمایتی من برخورد کنه و وارد پوزیشن بای بشم. بریم جلو. خب تا اینجا نگاه کن. این سقف من بود، این محدوده حمایتی بود، اومد بالا و به محدوده سقف من برخورد کرد و اولین استراتژی که عرض کردم خدمتتون تیپی 1 رو به ما داد که این درس امروز اون نبود، درس قبل بود که میتونستید حالت کف و سقف بالاتر رو ببینید و میبینید که با نوک شادو تیپی 1 رو به ما داد. درس امروز اون این بود که بره قیمت بالاتر یا شاید هم پایینتر، اصلا از این سقف باز رد نشه. فقط منتظر هستم به محدوده حمایتی سبز رنگم برخورد کنه، کلو زیر این محدوده نبینم و وارد پوزیشن بای بشم. خب بریم یواش یواش بریم جلو ببینیم آیا این استراتژی ما جوابگو هست توی نماد طلا در تایم فریم 1 ساعته یا خیر. خب میبینید اومد، خب با نوک شادو خودش رو رسوند اینجا. من میتونم برم در تایم فریم 1 دقیقه ببینم که آیا تاییدیه میبینم یا خیر. اینجا نگاه کنید. خب الان در تایم فریم 1 دقیقه هستیم و خیلی راحت میتونید مشاهده کنید که کف و سقف بالاتر از همدیگه میتونید ببینید و همچنین اینجا نگاه کنید یک قشنگ اومده کندل پوشا داریم، یعنی همینجا من میتونم وارد پوزیشن بای بشم. خب میگیرم پوزیشن بای اینجا، یعنی پس از اینکه این پوشا انجام شد. استاپ پشت محدوده 1 کم پایینتر و تیپی هم قرار شد تیپی 1 ما سقف قبلیمون باشه که من با این خط نشون میدم. خب ببینید ریسک به ریوارد 4 و خورده ای، من میگم 4. بریم ببینیم که این تیپی رو به ما میده یا خیر. بریم جلو. خب ببین در تایم فریم 1 دقیقه هستیم که این کندل اینجوری کم هستش. خب به راحتی میبینیم که تیپی به ما داد و ریسک به ریوارد 4 و خورده هم ما تونستیم از این پوزیشن یا از این استراتژی بگیریم. فقط چیزی که خیلی مهم هستش حتما تاییدیه در تایم فریم
1 دقیقه الزامه، یعنی ما اینجا تاییدیه رو گرفتیم در تایم فریم 1 دقیقه و همچنین کف سقف بالاتر. قبل از اون من تاییدیه چی رو دیدم؟ یک کندل پوشا رو دیدم. خب امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. خواهشی که دارم ویدیو بنده اگر مفید بود لایک کنید، هر گونه نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید حتما کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو جواب میدم. البته آموزشایی هم که گذاشتم فعلا تا 1 ماه دیگه کاملا کلاس ها پر هستش، اصلا مقدور نیست. پیام دادید من شرمنده شدم، فعلا برای برگزار کلاس تایم ندارم تا ویدیو بعدی که به اطلاعتون برسونم. در پناه حق.